ثروتمندی از اتاقش به بیرون نگاه کرد و مردی را دید که از قوطی پرتو دنبال چیزی می‌گردد و با خود گفت: خدا را شکر که فقیر نیستم. مرد فقیر اطرافش را نگاه کرد و دیوانه را با رفتارهای عجیب در کوچه دید و با خود گفت: خدا را شکر که دیوانه نیستم. آن دیوانه نما در کوچه ماشین یاری تعجیلی را دید که با خود بیماری را تحویل می‌داد و گفت: خدا را شکر که بیمار نیستم. بیمار در بیمارخانه جسدی را دید که به سردخانه میبرند و گفت: خدا را شکر که زنده ام. فقط یک مرده نمیتواند از خدا شکرگزاری کند. چرا امروز از خدا شکر نکنیم که یک روز دیگر برایمان فرصت زندگی کردن داده است؟ برای اینکه زندگی را بهتر فهمید باید به 3 مکان برویم: بیمارستان، زندان و قبرستان. در بیمارستان میفهمیم که هیچ چیز مهمتر از تندرستی نیست. در زندان میبینیم که آزادی گرانبهاترین دارایی شماست. در قبرستان درک میکنیم که زندگی ارزشی ندارد. زمینی که امروز روی آن قدم میزنیم فردا سقف ما خواهد شد. پس بیایید فروتن و حلیم باشیم نسبت به یکدیگر.